در طول دادگاه همواره این سوال مطرح بود که خب حالا این متهمان و این قتل دستوردهندگان قتل چه کسانی هستند؟ برای اینکه متهمان و قاتلان هیچ گونه انگیزه‌ای نداشتن برای این قتل، اصلا نمیشناختن اینا رو. ابوالقاسم مصباحی که بعداً شاهد سینام گرفت ABC، یکی از دوستانش سعید امامی بهش اطلاع میده که شورای امور ویژه تصمیم گرفته تو رو کامیونی بکنه. اصطلاح کامیونی کردن یعنی اینکه بکنه زیر ماشین و در نتیجه ایشون فرار میکنه، میره پاکستان. در پاکستان میره سفارت کشورهای اروپایی و همچنین امریکا و از اونا درخواست ویزا میکنه، ولی اونا بهش ویزا ندادن برای اینکه نگران این بودن که ایشون بیاد اروپا و یا برای امریکا مسئله با جمهوری اسلامی درست بشه. آقای مصباحی با آقای بنی صدر تماس میگیره. علت این که آقای بنی صدر رو میشناسه و تماس میگیره این بوده که آقای خمینی 2 بار آقای مصباحی رو میفرسته پاریس که با بنی صدر تماس بگیره و به بنی صدر بگه که ما اشتباه کردیم، برگرد بیا ایران. آقای بنی صدر بهشون میگه که اگر که شماها معتقد هستید که اشتباه کردید رسما امام اعلام بکنه و من برمیگردم. ایشون نگران این بوده که از این طریق آقای بنی صدر رو بکشن ایران و بعد در اونجا به قتل برسونن، مانند بسیاری موارد دیگه که اتفاق افتاده بوده. دوستان آقای بنی صدر برای این درست میکنن، پاسپورت جعلی و ویزا اینا درست میکنن و ایشون رو میارن به اروپا، به بلژیک، و از اونجا آقای بنی صدر با ایشون تماس داشته و بعد موقع که آقای بنی صدر اطلاعاتی از ایشون میگیره در مورد قتل میکنوس و در دادگاه مطرح میکنه، دادگاه از آقای بنی صدر میخواد که آقای مصباحی رو در واقع معرفی بکنه. آقای مصباحی کسی است که در انقلاب اسلامی یکی از محافظان ویژه آقای خمینی بوده و آقای خمینی ایشون رو به فرماندهی پادگان، اگه اشتباه الان نکنم، قصر انتخاب میکنه که در اونجا بسیاری از سران نظامی حکومت سابق اعدام شدن. بعد آقای خمینی ایشون رو میفرسته به پاریس و ایشون در اونجا میشه مسئول ویژه امور امنیتی سفارت و خودش میگه که منو میخواستن سفیر بکنن ولی من چون بسیار جوان بودم قبول نکردم. پلیس فرانسه آقای مصباحی رو در سال 1983 از فرانسه اخراج میکنه به خاطر دخالت‌های ایشون و سری بمبگذاری‌هایی که در پاریس انجام گرفته بود. آقای خمینی در سال 1984 85 از ابوالقاسم مصباحی دعوت میکنه که بره تهران در یک هیئت 50 نفره که میخواستن وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی رو پایه‌گذاری بکنن شرکت بکنه. ایشون میگه که 2 نظر به وجود میاد. یه نظر این بوده که وزارت اطلاعات و امنیت میبایستی به عنوان مشت آهنین نظام بر فرق مخالفان باشه و یک نظر این که نه، باید چشم و گوش نظام باشه. من طرفدار نظریه چشم و گوش نظام بودم، یعنی با قتل ها مخالف بودم، در حالتی که امام خمینی به نفع جناح مشت آهنین بر فرق مخالفان موضع میگیره و عملاً وزارت اطلاعات و امنیت چنین سیاستی رو دنبال میکنه. اون میگه که تمام قتل ها تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود بدون استثناء با نظر آیت الله خمینی بود و ایشون تصمیم میگرفت که مخالفین رو در درون ایران و یا در بیرون ایران کی رو باید به قتل رسوند. چون یک مثالی میزنه در دادگاه در رابطه با دستور قتل هادی خرسندی که در سال 1984 کنسول ایران در شهر هامبورگ با ایشون تماس میگیره
و دستخط آیت الله خمینی رو به ایشون نشون میده در رابطه با قتل هادی خرسندی. عده قاتل رئیس جمهور یا رهبر شدن، صاحب کشور شدن. این میان من ملتم یا امتم یا منترم، خاک عالم بر سرم. و ایشون با کنسول ایران در برلین میرن به ملاقات 2 تن از تروریستای الجزایری که نام یکیش الان در خاطرم هست به اسم گواسمی، و آقای مصباحی دستخط آیت الله خمینی رو به اون نشون میده و براش به زبان فرانسه ترجمه میکنه که این فرد رو باید کشت. مصباحی میگه که من چون مخالف این قتل ها بودم، شب قبل از قتل تلفنی با پلیس انگلستان تماس گرفتم و ماجرا رو تعریف کردم و آدرس محل سکونت تروریست های الجزایری رو به اونها گفتم و آدرس آقای خرسندی رو به اونها دادم. Ich habe viele Bücher geschrieben über Terrorismus, über internationale Geheimdienste. Mein neuestes Buch befasst sich mit den Geheimdiensten in der arabischen Welt und im Iran. Es heißt Schattenarmeen und wurde Ende Februar 2010 in Wien vorgestellt. Ich befasse mich darin mit der Geschichte des iranischen Geheimdienstes, des MOIS und des WEWAK und vor allem auch mit den Auslandsoperationen der iranischen Dienste, speziell mit Mykonos, mit dem Anschlag in Berlin. Mykonos war eines der wichtigsten Attentate des iranischen Geheimdienstes und natürlich auch ein großer Fehlschlag, weil zum ersten Mal wurden die Strukturen einer breiten Öffentlichkeit offenbart. Zum ersten Mal wurde sichtbar, was die Iraner tun, um ihre Feinde zu töten. Okay, also machen wir es mal. Ist doch kassiert. Das kommt ja. Ja. Ich freue mich so, dass Cecilia richtig geholfen hat. ما فکرم 2 سال همو ندیدیم. پارسال نبود. نه آره. من هنوز تو خونه بابام بودم. آره 2 سال. آره یا بعد الان کجا کار میکنی؟ الان که دارم تزامو مینویسم. این پلیتی؟ دین و فرهنگ توی هاو. ولی تو چی؟ تو رفته بودی این ور اون ور همه جا. آره همه جای دنیا. ولی اون موقع هم دیگر دیدیم که من از افغانستان اومده بودم. آره اونو دیدیم. گناه. وقتی که رفتیم خونه در باز شد و مادرم وایساده بود سیاه پوشیده بود. بعد من یه قدم اومدم جلو دست چپ رو نگاه کردم که اتاق نشیمن بود. بعد یه حدود 50-60 نفر یا 40-50 نفر تو اون اتاق نشیمن بغل هم نشسته بودن، گریه میکردن، سیاه پوشیده بودن. آره اینجوری بود. برای تو چه جوری بود؟ اونا هی سعی میکردن منو از تلویزیون کنار بکشن، تلویزیون رادیو، ولی من نمیفهمیدم. خب هی مثلا تلویزیون اخبار میومد میگفتن سالمه بیا اینجا ببینم، بیا فیلم نگاه کنیم اینطوری.
روز بعدش بود یا همون روز بود؟ فکر کنم روز بعدش بود. گفت بعد تو آشپزخونه خواهر پری بود دیگه، خالم. گفت بیا بشین پلو، من میخوام یه چیزی بهت بگم. بعد من نشستم رو پاش، بعد گفت گوش کن، من یه اتفاقی افتاد، 4 نفر کشته شدن توی رستوران، بابا تو زنده موند ولی نوری دکردی کشته شد. هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران از تاریخ 13 سپتامبر سال 1992 تا 17 میهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات بودند. به این دلیل اومده بودن برلین. دکتر شرفکندی میخواست از این فرصت استفاده بکنه و با بخشی از رهبران و فعالین سیاسی ایران در برلین بشینه، صحبت بکنه، گفتگو بکنه. اون روز که از در خونه رفت بیرون، من قشنگ یادمه شب بود، من یه صداهایی میشنیدم، زنداییم اومد صبح زود دنبالم، منو برد بیرون، من از هیچی با خبر نبودم. بعد با هم دیگه رفتیم قدم زدیم، اون رفت برای من اسباب بازی خرید، یادمه، اینو من یادمه. و اینی که خیلی حواسش به این بود که من حالم چجوره و من خب بچه بودم نمیفهمیدم، ولی حس میکردم که یه چیزی فرق کرده، ولی خب نمیدونستم چی. حدود ساعت 5 به 8 شب بود، تلفن زنگ زد، گوشی رو برشم نوری دهکردی بود. گفت جناب ما الان اومدیم اینجا، ساعت حدود 8 شبه و هیچ کس نیست. دلیلش این هستش که من به عزیز غفاری صاحب رستوران گفته بودم که به بچه‌ها بگه ساعت روز پنجشنبه شب و اون به همه گفته جمعه شب. به همین دلیل این سوء تفاهم پیش اومده، هیچکی نیست. بلند شو بیا اینجا و من الان به یه دیگه هم تلفن می‌کنم اینم گیرشون بیارم بگم که بیان و اینها. من بلند شدم رفتم اونجا، همون 4 نفر بودن، یعنی هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان به اضافه نوری دهکردی. حدود ساعت 10 به 11 شب بود و ما داشتیم با هم هنوز گفتگو میکردیم. تو همین صحبتایی که میکردیم صحبت مرگ و زندگی و ترورها شد. دکتر شرفکندی یه طوری فاتالیستی فکر میکرد به نظر من در این زمینه و میگفت اگه اتفاقی بخواد بیفته میفته و ما هم نمیتونیم جلوشو بگیریم. و بعد مثال اینو میزد که موقعی که در کردستان بود، در کوههای کردستان با یه پیشمرگه‌ای صحبت میکرد، یکی از این پیشمرگه‌ها بلند شد جلو اون، از یه بوته بسیار کوچکی از این ور بوته پرید اون ور بوته و گفت کاک سعید فاصله میان مرگ و زندگی همینه. و اون شب متاسفانه این اتفاق افتاد. اولین و آخرین باری که دیدم که پدرم گریه میکرد یا اشکاش میومد روزی بود که قاسملو رو ترور کرده بودن در وین. و اون روز چون خیلی غمگین بود، من رفتم بهش گفتم که بابا تالا یکی از دوستاتو با تیر زدن؟ و من نمیدونم چرا این سوال ازش کردم و اون من گفتش، اول گفت نه و یه نگاهی کرد گفتش که چرا، یکیشون تو تظاهرات تو ایران دستش تیر خورده. و یه جوری یه آمادگی به من دادن که من بدونم که یک دولتی هست در ایران، در وطن مادر پدرم، در وطن خودم، در کشوری که من توش به دنیا اومدم، که یک دولت انسان دوست و آزادی خواهی نیست. و این یه چیزی بود که ما بچه ها همه میدونستیم. ساعت در حدود 10 به 11 شب بود و من داشتم با دکتر شرفکندی که روبروی میز ما، اون طرف میز نشسته بود، سمت تقریبا چپ، اینطوری داشتم گفتگو میکردم. مسعود میراشد که سمت راست من نشسته بود حرف ما رو قطع کرد
من اینطوری برگشتم به طرف مسئول میراشد که ببینم چی میخواد بگه. صحبت بر سر کردستان و این چیزا بود. همین که اینطوری برگشتم به طرف مسئول میراشد دیدم 2 تا پای قوی اومد کنار من و بین من و اون ایستاد و من هنوز چیزی نبود، یعنی فکر می‌کردم یکی از کسانی است که دعوت شده. به همین دلیل بسیار آرام نگاه هم اینطوری از پایین رفت به طرف بالا که صورتش رو نگاه بکنم ببینم کی اومده. پدرم یه آدمیه مثل خیلی آدمای دیگه که میدونم، پدرای دوستام، یه آدمیه که عاشق زندگیه و براش طول زندگی زیاد مهم نیست، بیشتر چگونه زندگی کردنه که براش مهمه. از همینجا یک مسلسل اومد جلو صورت من به فاصله همین یه وجه دستم و شروع کرد به طرف دکتر شرفکندی تیراندازی کردن و یک صدای فحش ما در قهوه ها رو من شنیدم. اینطوری جهش کردم با صندلی به عقب زیر یه میز. در حینی که میپریدم 2 تا صدا در گوش من نشست. یکی صدای مهدی ابراهیم زاده بود که فریاد زد ترور برید زیر میز و صدای دیگه صدای میرراشد بود که میرراشد هنوز قاتل رو ندیده بود، تروریست رو ندیده بود، ولی چون نگاهش به طرف نگاه دکتر شرفکندی بود ولی تغییرات در چهره دکتر شرفکندی دید. به همین دلیل موقعی که من میپریدم عقب صدای میرراشد تو گوشم نشست که رو به طرف نوری دهکردی میگفت نوری دکتر چی شده؟ فکر میکرد که احتمالاً دکتر شرفکندی سکته کرده برای اینکه تغییراتی رو در چهرهش بود، چون دکتر شرفکندی قاتل رو دیده بود. و وقتی که این اتفاق افتاد و پدر منو کشتن، من همیشه فکر میکردم که اون رفت، ولی یه حسی هم توی من بودش که اون از این نمیترسید. همین که من افتادم فتوح عبدالی هم افتاد، صورت به صورت من فاصله 40-50 سانت زیر میز روی شکم، منم روی شکم افتاده بودم، دمر افتاده بودم زیر میز. دهن عبدالی پر خون بود و گوله به قلبش نشسته بود. 2 تا رگبار مسلسل شلیک شد. بعد از 2 رگبار یه لحظه سکوت شد و من همونطوری که افتاده بودم بدون اینکه تکون بخورم فقط این نگاه همو از همونجایی که افتاده بودم اینطوری آوردم بالا به طرف اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود. میخواستم ببینم رفته نرفته، من چیکار کنم، بلند شم نشم. در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت که به طرف دکتر شرفکندی داره تیر خلاص میزنه. تو این فاصله همایون اردلان که 2 تا گوله خورد و بیهوش شده بود به هوش میاد، سرشو بلند میکنه. این نفر دوم که بعداً معلوم شد عباس رایله میره بالای سر اون و اسلحه رو میذاره رو شقیقش، یه دونه گوله میزنه به مغزش. پزشکی قانونی بعداً میگفت اگر که این گلوله رو نمیزد احتمال هنوز زنده موندن همایون اردلان بود. تو این لحظه که موقع که من دیدم تیر خلاص به طرف شرفکندی اینا زده میشه، یک رعشه‌ای از سن من رفت و یک فکری جرقه تو کله من اومد. فکر میکردم که اینا به تک تک ما تیر خلاص خواهند زد، ولی اینطوری نشد. اینا فرار کردن و لحظه بعد من صدای مهدی ابراهیم زاده رو شنیدم که اسم میرراشد رو صدا کرد و بعد اسم من رو پرویز صدا کرد و بلند شد و ما هم پا شدیم. همین که من بلند شدم اولین عکس العملم این بود که بودم به طرف تلفن و به پلیس تلفن بکنم. خیلی عجیب بود. من هیچ وقت یادم نمیره که من
مطمئن بودم که پدرم به هر حال نمیمیره. اولین چیزی که دیدم نوری دهکردی بود که رو میزش هنوز رو صندلی نشسته بود، افتاده بود روی میز و این لیوان آبجو زیر صورتش مثلا به اون افتاده بود و به اون تکیه داشت. لیوان پر خون بود، صورت و سینه نوری پر خون بود و نفس میکشید، خرخر میکرد. من نمی‌دونستم چیکار کنم، یعنی یه احساسی که اومدم یه لحظه رفتم جلو، رفتم که اینو بغلش کنم، میخواستم کمک کنم، ولی یه مرتبه از مغزم یه جرقه زد که دست بهش نزن، چون ممکنه تو یه کاری بکنی که بعداً باعث مرگش بشه. من که نمی‌دونستم باید چیکار کرد، برای همین دستم تا صورتش رفت که صورتشو بگیرم تو دستم، ولی کشیدم فوری عقب. مادرم به من گفتش که پدرت رفته و دیگه بر نمیگرده. و اون لحظه یادمه که دویدم دم پنجره و گفتم، یعنی جیغ میزدم که نه. تو این فاصله آتش نشانی اومد با پزشک. اولین کاری که کردن رفتن کسانی رو که گوله خورده بودن معاینه کردن و 3 نفر درجا کشته شده بودن. نوری هنوز زنده بود. نوری رو منتقل کردن به بیمارستان و بعد پلیس اومد همونجا شروع کرد بازجویی کردن از ما و تا حدود ساعت 12 ما در همون رستوران نشسته بودیم و بازجویی می شدیم. در حدود ساعت 4 صبح بود که یه 10 دقیقه‌ای بازپرس من از اتاق رفت بیرون و استراحت و اینها. برگشت گفتش که نوری دهکردی هم فوت کرده در بیمارستان. بعد همونجا که نشسته بودم اتاق توی پنجره داشت، یه مدتی از پنجره بیرون رو نگاه می‌کردم. در حدود ساعت 6 صبح بود، همین حدودا بود. شهره ودیدی رو دیدم، همسر نوری دهکردی رو تو راه رو. بعد همدیگه رو بغل کردیم و حالا اون گریه میکنه شدیداً، اینکه اگر برای نوری اتفاقی بیفته من چیکار کنم. رفتم جلوی رستوران میکونوس. در حدود 200 تا 300 تا خبرنگارای رادیو و تلویزیون و رسانه‌های مختلف اونجا بودن و من عمدتاً به این دلیل تصمیم گرفتم که برم اونجا جلو رستوران حالا حرف بزنم، برای اینکه یک نفر از افراد اپوزیسیون ایران اونجا نبود یه چیزی بگه. Auf einmal hebt etwas hoch, das war Maschinengewehr, bedeckt mit einem Tuch. Und dann schreit ihr Hurensöhne und fängt an zu schießen. به اضافه اینکه تمام رادیو و تلویزیون و غیره صحبت می‌کردن که این ترور کار گروه‌های رقیب ایرانی و یا کار حزب کارگران کردستان ترکیه PKK است که همش بی ربط بود. من این آگاهی رو دارم که اون حاضر بود این قیمت رو بپذیره. برای من خیلی راحت تر شد قبول کردنش، به خاطر اینکه هر آدمی یه راه زندگی رو داره بالاخره. معمولاً دولت‌های مرکزی از سرمایه‌گذاری در این گونه مناطق خودداری کردن و در بسیاری از موارد عامل جنگ، درگیری‌هایی که در این مناطق حاکم بوده خودش مزید بر علت شده برای
پس رفت حتی اقتصادی. برای من یه آدمی بود که هیچ کس نمیتونست بهش صدمه بزنه. برای یه بچه 9 ساله خوب. ولی وقتی که به من گفتن فقط احساس میکردم که دارم بیهوش میشم و احساس میکردم که اون چیزی که برای من از همه چی عزیزتره تو زندگی رفت و دیگه برنگشت. لحظه‌ای که به من گفتن که پدرت کشتن و رفیقاشو کشتن، میدونستم که دستور قتل رو جمهوری اسلامی داده و این آگاهی رو با این حالی که 9 سالم بود همون در لحظه اول داشتم. دلیلش هم این بودش که من از یه خانواده‌ای میام که تو خانواده پدریم 6 تا اعدامی داشتیم، تو خانواده مادریم 9 تا اعدامی داشتیم. و من وقتی که آلمان زندگی می‌کردیم و من اینجا بزرگ شدم به خاطر اینکه 3 ماه هم بود فرار کردیم، دوستایی هم که داشتم دوستایی بودن که پدراشون در زندان اوین بودن و حکم 6 ساله داشتن ولی در کشتارهای 67 اعدام شدن. آقای کاظم دارابی کازرونی ایشون عضو سازمان اطلاعات و امنیت ایران و عضو سپاه پاسداران ایران بوده. کاظم دارابی کازرونی سازمانده گروه ترور و تدارک ترور در شهر ولن بوده. خونه خودش رو به عنوان خونه تیمی در اختیار گروه گذاشته، بعد 2 روز قبل از جریان اینا رو از اونجا منتقل میکنه به یه خونه دیگه که کلیدش در اختیار این بوده، مال آقای برنجیان. کاظم دارابی کازرونی با آقای امانی فرانی کنسول ایران در برلین در ارتباط بوده و از ایشون مأموریت‌های گوناگون در رابطه با شناسایی افراد اپوزیسیون میگرفته. به اضافه اینکه آقای کاظم دارابی کازرونی با آقای حسن جوادی که افسر رابط وزارت اطلاعات در بن بوده در ارتباط بوده و مأموریتاشو از اون میگرفته. بعد از اینکه آقای حسن جوادی منتقل میشه به ایران با آقای غلامی که جانشین جوادی بوده در ارتباط بوده. به اضافه اینکه با کنسول ایران در هامبورگ هم در ارتباط بوده و مأموریتایی هم از اون میگرفته. آقای کاظم دارابی کازرونی جزء گروه ایرانیانی بوده که در سال 1982 در شهر ماینز بخشی از حزب الله ایران و حزب الله لبنان به یک خونه دانشجویی حمله میکنن، به عده‌ای رو شدیداً زخمی و اینا میکنن. آلمانی و ایرانی به اصطلاح میرن طرفداران حکومت اسلامی میرن مخالفان رو میزنن. در اونجا هم دارابی دستگیر میشه و بعد به 8 ماه زندان محکوم میشه همراه بقیه و پلیس آلمان میخواسته ایشون رو به ایران از آلمان اخراج بکنه، به ایران بفرسته که سفیر ایران آقای حسین موسویان در اون زمان دخالت میکنه، نامه می‌نویسه، وسادت میکنه و آقای دارابی و سایرین رو بیرون نمیکنن، بهشون بازم اقامت میدن، نگه میدن. آقای کاظم دارابی کازرونی عضو انجمن اتحادیه مسلمانان دانشجویان مسلمان در اروپا بوده. ایشون به اضافه آقای ثابت دیانت ثابت گیلانی به اضافه بهمن برنجیان هر 3 نفر عضو وزارت اطلاعات و امنیت ایران بودند و در رهبری این تشکیلات دانشجویی که به عنوان نهاد تغذیه کننده دستگاه اطلاعات و امنیت ایران کار میکرد.
Mesbahi sagt, Ghaffari hat für uns gearbeitet. Im Fall Ghaffari gibt es ein Modell. Der iranische Geheimdienst hat hintereinander in Paris 2 Restaurants betrieben. Das eine hieß Hafiz und das andere hieß 1001 Nacht. Es waren sehr freizügige Lokale, also hat keiner geglaubt, dass der Mullah-Geheimdienst so etwas macht. In Berlin, sagt Mesbahi, hat der Vivak Mykonos gekauft und hat den Wirt Aziz Ghaffari dahingesetzt, damit der dieses Lokal leitet. Es wurde später ja bekanntlich wieder verkauft nach der Tat. Mykonos war, das Restaurant Mykonos wurde vorbereitet für einen Anschlag dieser Art und es war die perfekte Umgebung. Mesbahi hat darüber hinaus bei unseren tagelangen Gesprächen erzählt, dass er Ghaffari und auch Qasem Darabi, den Organisator des iranischen Geheimdienstes in Berlin, bei einem Treffen in Köln gesehen hat, im Iranhaus, wo die Mitarbeiter des WEWAG eingeladen waren, wo sie zusammengekommen sind, um über Strategie und über künftige Einsätze zu sprechen. Der zweite, der genannt wurde von Mesbahi, war Humayun Ardalan, eines der späteren Opfer des Anschlags. Mesbahi sagt auch, Ardalan hat uns Informationen gegeben. عطاالله عیاد عضو تشکیلات عمل سازمان امید اسلامی لبنان بود و نقش قتل رو ابتدا عطاالله عیاد میکشه و قرار بوده عطاالله عیاد بیاد ترور رو انجام بده، ولی به خاطر اختلاف سازمان شیعیان حزب الله با عمل در آخرین لحظه ها آقای عطاالله عیاد رو کنار میذارن از این جریان و بعد عبدالرحمن بنی هاشمی از ایران میاد و رهبری تیم رو در چند روز آخر به عهده میگیره و ترور با مسلسل رو اون انجام میده. ایشون فرار میکنه. بعد از قتل میکنوس آقای عبدالرحمن بنی هاشمی فرار میکنه میره ترکیه، از ترکیه میره ایران. بعداً ایشون رو شریک میکنن در شرکت‌های پوششی وزارت اطلاعات و امنیت که کارهای تجارتی انجام میداده. ایشون در سال 1987 در ژنو آقای محمد طالبی رو، اسم کوچیکیشو نمیدونم درست میگم یا نه، آقای محمد طالبی رو که یکی از خلبان پیشین بوده ترور میکنه در ژنو و بعد در سال 1991 در سوئد توسط پلیس سوئد دستگیر میشه و بعد اونو از سوئد اخراج میکنن. دلیلش هم این بوده که آقای بنی هاشمی رفته بود اونجا طرح ترور یکی از دیپلمات‌های عربستان سعودی رو ریخته بود، خواستن اونو ترور بکنن که پلیس سوئد متوجه میشه، دستگیرش میکنه، اخراجش میکنه. عبدالرحمن بنی هاشمی متخصص ترور، یک آدم بسیار ورزیده است، زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات و امنیت کار میکرده و سالها در جنوب لبنان افراد حزب الله رو آموزش میداده، بر علیه اسرائیلیا در اونجا مبارزه میکرد. از جمله افراد دیگه‌ای که فرار کردن آقای ابو جعفر هست که یک نفر لبنانی عضو حزب الله است. ایشون راننده اتومبیل فرار بوده که بعداً میره به اول لبنان، از اونجا میره ایران، در هتل آزادی مدتی زندگی میکرده و بعدم با سپاه پاسداران وارد کار میشه، همکاری میکنه. نفر دیگه آقای علی صبراست که آقای علی صبرا هم خریدار ماشین بوده، ماشین فرار بوده که فرار میکنه میره لبنان و در حزب الله لبنان اونجا شاغل میشه، بهش کار میدن.
خب اونا که کشتن اصلا این نظر اونا که تو ایران نشستن گفتن بکش نه زو، ولی گفتم همش رو باید آدم بکشه بودی زو. نه بعد بابام گفت نه سالمه درست نیست، همون کار میکنی که اونا میکنن. من ازش پرسیدم چیز کردی هست تو فتسین؟ گفت آره. درد و جنایت بین المللیه، عدالت باشه و حقیقت رو بتونیم یعنی رو کنیم، ولی انتقام یعنی انتقام رو نمیتونم اصلا اینجا نگه دارم. برام راحته الان که اینجوری فکر کنم و کینه نداشته باشم، حس انتقام نداشته باشم، به خاطر اینکه همیشه نه، اولا که انرژی منفیه میذاری تو چیزا دیگه. آره، یعنی اینو اگه با خودت حل نکنی تو زندگی هم همیشه یه جایی این عقده میشه، کامپلکس میشه. درسته؟ من نمیخوام این بشه، ولی یه چیز دیگه هم هست که فکر میکنم که اگر من اجازه بدم که این احساس توی من شکل بگیره، کینه، انتقام جویی، یعنی هست، اون موقع اونا برندن. دادگاه در 10 آوریل 1997 یک حکمی صادر کرد که در تاریخ قضایی آلمان و روابط تو مناسبات ایران و آلمان و شایدم در تاریخ قضایی جهان بیمانند بوده. حکمی رو که صادر میکنه رأی به محکومیت سران یک حکومتی میده که هنوز در حکومت هستند. کارشناسان سازمان This criminal does not represent the Iranian people. نتیجه دادگاه بسیار بسیار مثبت بود، یعنی با اون خواستایی رو که ما انتظار داشتیم تطابق کامل داشت، به این معنا که 2 نفر حکم ابد گرفتن. آقای کاظم دارابی کازرونی که ایشون طبق اطلاعات و اسناد و مدارکی که وجود داشت مأمور وزارت اطلاعات و امنیت ایران و همچنین عضو سپاه پاسداران بود و ایشون رئیس این بخش عملیات در اینجا بوده که این افراد حزب الله دیگر رو جمع جور کرده و پول و ماشین و خونه و غیره رو در اختیارشون گذاشته. سالم بود 12 سالم گفتم اونا رو آدم باید بکشه همشون. بعد فکر کنم 25 سالم شد گفتم نه نباید بکشی ولی بعد پدرشون رو در بری یعنی چیز کنی چیز میشم انقدر ایموشنال میشم احساسه یعنی اصلا از این یعنی یه چیزی که جمع شد. آره که فکر میکنم که پدر بابامو در بری یا پدر باباتون پدر چند تا زندگی رو خراب کردی. آره 3 هفته بعد از صدور این رأی دادستانی آلمان اعلام کرد از اونجایی که این امر میتواند به مصالح و منافع ملی آلمان صدمات سنگین بزنه، از باز کردن
پرونده قضایی بر علیه این افراد چشم‌پوشی میکنه، بر علیه 3 نفر. در مورد آقای فلاحیان که 1 سال پیشش حکم دستگیری بین‌المللی صادر شده بود به عنوان دستوردهنده قتل میکنوس. دولت آلمان ابداً علاقه‌ای نداشت که در این قتلی که انجام گرفته نام رهبران جمهوری اسلامی و نام ایران آورده بشه. دستور این بود که کسانی رو که بلاواسطه در قتل شرکت داشتن تحقیقات انجام بگیره و دستگیر شدگان متهمان بعداً در برابر دادگاه قرار داده بشن بدون اینکه نامی از ایران میاد، بدون اینکه نام رهبران ایران مطرح بشه. فقط این کار بکنم. براشون خیلی بهتر این بود که اصلا اینا فرار بکنن برن و اینا نتونن کسی رو دستگیر بکنن. و حتی 2 هفته حدود 1 هفته 2 هفته بعد از ترور میکنوس بود که اخبار رادیو تلویزیون همه جا میگفتن به احتمال قوی این عاملان ترور برلین از آلمان خارج شدن، رفتن. این اطلاعی است که دستگاه اطلاعاتی انگلستان به سرویس اطلاعاتی آلمان میده که 2 تن از عاملان ترور میکنوس در ایالت وستفالن در شهر راینه مخفی شدن. آقای شمیدباور وزیر وقت اطلاعات و امنیت آلمان بسیار تلاش کرد که این مسئله نقش ایران بپوشونه، ولی خب نشد. مجله فوکوس یک مقاله‌ای نوشته بود و برای اولین بار در اونجا مدعی شده بود که پشت ترور برلین حکومت جمهوری اسلامیه. سفارت ایران در آلمان که اون موقع سفیر آقای حسین موسویان بود سوگند یاد کرد که ما در این ماجرا اصلا هیچ نقشی نداریم و کار خودشونه. است که برای ما بیشتر به جوک شبیه هر وقت میخونیم میخندیم. بعداً در روند دادگاه معلوم شد آقای حسین موسویان نه تنها در رابطه با ترور برلین خیلی کار داشته، بلکه معلوم شد در اکثر قتلایی که در اروپای غربی به وجود اومده ایشون بنابر اظهارات شاهد سی آقای ابوالقاسم مصباحی جزء سازمان دهندگان این جریان بود که بعد از صدور رأی دادگاه مجبور شد ایشون برای همیشه خاک آلمان رو ترک کنه، یعنی عملاً بیرونش کردن. سفارت ایران میره دادگاه شکایت میکنه در رابطه با این مقاله فوکوس و تقاضای 500,000 مارک خسارت میکنه. دادگاه تشکیل میشه. خبرنگار نویسنده این گزارش سند محرمانه کمیسیون 69 نفره ویژه تحقیقات میکنوس رو میکنه در دادگاه که اون سند که گزارش محرمانه 3 صفحه‌ای بوده در 3 نسخه نشون میدادی که این گزارش اداره آگاهی کل آلمان اون کمیسیونه که میگه اینقدر کار جمهوری اسلامی و در نتیجه فوکوس دادگاه رو میبره. من ازش پرسیدم چگونه به این سند دسترسی پیدا کرده. به من گفتش که یکی از دوستان من در اون کمیسیون 69 نفره پیگرد میکنوس در اداره آگاهی کل بودن. به اون میگه که من خیلی ناراحتم برای اینکه ما تحقیقات رو کردیم، همه چیز هم میدونیم، پشت ترور میکنوس جمهوری اسلامیه و وزارت اطلاعات و امنیت و نه تنها پشت این ترور بسیاری از قتل‌های دیگر هم در اروپا دکتر بختیار، ترور دکتر قاسملو اینا رو اونا انجام دادن. ما تحقیقاتمون رو کردیم ولی دستور برای ما این هستش که نام ایران اینجا نیاریم. یه مجموعه فعالیتی شروع شد از تشکیل کمیته ضد ترور
که یه سری از افراد اپوزیسیون ایران برخلاف قتل‌های دیگری که انجام می‌گرفت و کسی نمی‌ایستاد تصمیم گرفتن بایستن و یک همکاری وسیع شروع شد بین این کمیته با رسانه‌های جمعی به خصوص آلمانی و یک فعالیتی بین اپوزیسیون ایران برای اینکه تقریبا هر 3-4 ماه یک بار یک نفر و یا 2 نفر رو می‌کشتن. فرض کنید که مثلا در پاریس دکتر برومند رو کشتن و 3 ماه بعد دکتر بختیار و منشیش و آقای سروش کتیبه رو کشتن و بعد فریدون فرخزاد رو کشتن. راه سیاست نهضت مقاومت ملی همواره راه شجاعت و شرافت است و تا من و به هر قیمتی که بشود تا من زنده ام این راه را خواهم پیمود و این راهی است که دموکراسی را در ایران زودتر میسر می کند و به احترام ما در جهان خواهد افزود و ما را کشوری تابناک و درخشنده در انظار جهان خواهد کرد. ایران هرگز نخواهد شد. هنرمند معلم اخلاق اجتماعش نیست و هنرمند وظیفه خاصی هم نداره که تکلیف ملتی رو روشن بکنه، ولی من فکر میکنم که وظیفه هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره مالی گرفته و خیلی خلاصه و ساده بگم با پول مردم، اگرچه با کار هنریش ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار می شود و کشوری در بنده راه بیفته و حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که حرف بزنه. من انسان سیاسی بودم، از 10-12 سالگی سیاسی بودم، چپ بودم، به جناح چپ علاقه شدیدی داشتم، خیلی زود به اروپا رفتم، در آلمان غربی درس خوندم، در اونجا طبیعتاً با احزابی که وجود داشتن نزدیکی سیاسی پیدا کردم، به خصوص با حزب سوسیال دموکرات که ویلی برانت و اواخر هلموت شمیت رهبر اون حزب بودند و علاقه شدیدی به این حزب داشتم. چپگرا بودم شدید. رشته تحصیلیم مارکس شناسی بود، یکی از معدود مارکس شناسان ایران هستم. دکتر حقوق هستم در رشته مارکس شناسی و طبیعتاً وقتی کسی مارکس رو میشناسه نمیتونه حتما طالب آدولف هیتلر هم باشه. خمینی به 3 دلیل با ما مخالفت می‌کرد. یکی این که ما خواستار چی بودیم و او همون موقع اعلان کرد که دموکراسی چیزی که از غرب وارد شده و قابل قبول نیست. ما خود مختاری می‌خواستیم که او اصلا در فلسفه به اصطلاح اسلامی او ملیت وجود نداشت تا اعتراف بکنه به این که حق خود مختاری داشته باشه. من با چند تن از خبرنگارای آلمانی که کار میکردم برای یکی از برنامه‌های تلویزیونی، اینا به من یه دفعه مراجعه کردن و گفتن که ما یک برنامه تهیه کردیم برای پخش در رابطه با جریان ترور. ما نیازمند عکس هستیم، عکس از آقای دارابی اینا. اون موقع چون من رئیس یکی از خونه‌های پناهندگی بودن، این پلیس رابط با من در رابطه با اون امور اونجا در ارتباط بود. اون موقعی که اومد من ازش سوال کردم که آیا اون میتونه دوستان آشنایانی داره که با اداره امور خارجیان در ارتباط باشه و از درون پرونده کاظم دارابی یه عکس یا کپی عکس رو واسه ما تهیه کنه. اون قول داد و بعد از یه هفته اومد گفتش که تماس گرفته ولی پرونده دارابی رو کلا اداره آگاهی کل از اداره خارجی ها برده. آخر اون هفته من رفته بودم مسافرت. موقعی که برگشتم دیدم روی دستگاه پیامگیر من از بازپرس من در اداره آگاهی 2-3 تا تلفن هست که از من خواسته هر چی زودتر با اداره آگاهی تماس بگیرم. تلفن زدم به آقای مهدی ابراهیم زاده و از اون پرسیدم که
آیا با اونم تماس گرفتن؟ گفت بله با منم تماس گرفتن. گفتم جریان چیه؟ گفت جریان اینه که یک سری عکس به من نشون دادن، در حدود 200-300 تا عکس، که این عکس‌ها رو موقع که پلیس رفته این متهمین رو دستگیر کرده از خونه اونا برداشته. با خودم فکر کردم که الان فرصت مناسبی است که شاید من بتوانم عکسی رو برای تیم تلویزیون تهیه بکنم. حدود ساعت بین 11-12 بود. 2 نفر مامورین آگاهی اومدن دفتر من و نشستیم و عکسای یه 2-3 تا آلبوم عکس بود. نشستیم عکس‌ها رو نگاه کردن. وسطای آلبوم که رسیدیم من از روی توصیفی رو که از دارابی کرده بودن حد زدم این باید دارابی باشه. در حدود 1 ساعت 2 ساعتی کش اومده بود. به مامورین گفتم من خیلی خسته شدم، اینو بذاریم اینجا و بریم یه قهوه درست کنیم بخوریم و من در اینجا رو هم قفل میکنم. تو این فاصله منشی من میره اون آلبوم رو ور میداره میبره از اون صفحه و 2 صفحه این و 2 صفحه اون ور فتوکپی میکنه میاره میذاره سر جاش. همین که اینا رفتن من تلفن زدم به تلویزیون، بهشون گفتم که بلند شید بیاین اینجا، من برای شما عکس رو پیدا کردم. همون شب منو بردن نشوندن تو تلویزیون و مهدی ابراهیم زاده رو. حالا عکس خود من به اینا دادم. اون آقای خبرنگار میگه به من میگه آقای دستمالی شما این عکس رو میشناسی؟ من نگاه کردم میگم بله این کاظم دارابیه. یعنی طوری بانه بود میشه تو اون صحنه که من اصلا اطلاع ندارم. اونا برای اولین بار عکس رو داشتن. این مسئله سر صدای بسیار زیادی کرد برای اینکه عکس نشون میداد این عکس آلبوم بکاست. فردا صبح زود بود، ساعت 6:30 خبرنگارا به من زنگ زدن گفتن هر چی خونت دارید پاکسازی کن، برای اینکه به احتمال قوی اداره آگاهی پلیس میاد امروز خونت. و ما هم اینجا پاکسازی کردیم تمام دفتر تلویزیون رو. تلفن زنگ زد اداره آگاهی از من خواستن که تا 1 ساعت دیگه برم اونجا. گفتم برای چی؟ گفتم نمیتونیم بگیم. گفتم شما بیاین. گفتن که نمیتونیم، شما باید بیاین. گفتم نمیتونم. گفت نمیتونم نمیشه، باید بیا. رفتم تو، افسر پلیس بود، منشیش و من. به من گفتش که آقای دستمالی شما این کیفتو بردار اونجا. گفتم برای چی؟ گفت شما خودتون میدونید برای چی. گفتم من نمیدونم ولی میبرم میذارم. گفت ببین آقای دستمالی چی؟ این که شما عکس‌ها رو به تلویزیون دادی ما 100% اطمینان داریم. 100%. اصلا بحث نکن. فقط ما نمیدونیم اینو چطوری برداشتی شما. گفتم من ور نداشتم. این اطلاع شما غلطه. دیدم خیلی سومش پرزوره و یه طوری میاد. فکر کردم چیکار بکنم. یعنی یه لحظه شک کردم، ترسیدم که یه پرونده‌ای واسم درست بکنم. گفتم من ور نداشتم ولی من میدونم کی اینو داده. گفت کی؟ یه ذره سکوت کردم. گفتم شما. گفت چی؟ گفتم آره شما دادی. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنیش خیلی ساده است. شما یک اتهام گنده داری و من میزنی که من این کارو کردم بدون هیچ شاهدی. منم یه اتهام به شما میزنم. شما چی فکر میکنیم از این در برم بیرون به خبرنگارا بگم که این رو شما رد کردی؟ طرف خیلی ترسید.
dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Die Bezirksverordnetenversammlung unseres Bezirks hat beschlossen, an das Attentat mit einer Gedenktafel zu erinnern. Diese Gedenktafel hat bereits vor ihrer Anbringung viele Diskussionen ausgelöst. Ein Gesandter der Botschaft der Islamischen Republik Iran hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass diese Gedenktafel die deutsch-iranischen Beziehungen stören könnte. Ich habe das nicht eingesehen und ihm erklärt, dass es noch nie gut war, über die Vergangenheit zu schweigen. Ich hoffe, dass diese Gedenktafel auch ein Zeichen für die iranische Regierung setzt und dass sie hier sieht, dass man freiheitsliebende Menschen nicht einfach auslöschen kann. Vielleicht kann man sie ermorden, aber ihre Kinder, Familien und Freunde machen weiter. Václav Havel hat einmal gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. با وجودی که میدونن اصلا اسلحه از کجا اومده و شمارش و نوعش در تطابق با اسلحه‌ای است که قتل قاسم رو انجام گرفته، قتل غلام کشاورز انجام گرفته، قتل علی اکبر محمدی انجام گرفته، ولی حاضر نبودن که بگن این اسلحه از ایران اومده و در نتیجه شک و ظن نسبت به اینکه یک دولت، یک حکومت پشت این ترور قوی‌تر میشد و چون به طرف ایران میرفت نمیخواستم بگم. با خودم خیلی فکر کردم که چطوری من میتونم دادستانی رو مجبور بکنم بیاد رسما و علنا بگه این اسلحه از ایران اومده. من روز دوم ترور میکونوس که ما رفته بودیم به شهرداری برلین برای اینکه با شهردار برلین ملاقات بکنیم و در واقع اون ابراز همبستگی با ما بکنه، از پله های شهرداری که پایین می اومدن یک خبرنگار نسبتا جوانی که مال بیتست بود، مال بیلد بود، کارتشو اومد با من یه مصاحبه صحبت کوتاهی کرد و کارتشو داد به من. رفتم این کارتو برداشتم و یه زنگی بهش زدم. بهش گفتم که من اینجا یه سندی دارم که به شما نمیتونم ولی شمارش اینه، شماره پرونده میکونوس رو دادم بهش. من رفتم خونه، یه ساعت بعد زنگ زدم و گفتم که اینا به من گفتن که سند رو شما ندم. اصلا سندی نبود. گفتم سند رو ندم ولی شماره پرونده رو به شما دادم، ولی به من گفتن شماره اسلحه رو میتونم به شما بدن به اضافه اینکه اون قسمتی که منشأ اسلحه از کجاست. گفت همون واسه من کافیه. گفتم من می‌نویسم برای شما فکس میکنم. گفت باش. منم 4 خط نوشتم، شماره سند و شماره پرونده رو نوشتم که خب بود، واقعیت بود. سندی که اصلا وجود نداشت، به 4 خط نوشتم با دست که اسلحه میکونوس، کلت لاما اسپسیال، شماره فلان، شماره مسلسل فلان، ساختشون ننوشتم که مال اسپانیاست. این که دولت اسپانیا در سال 1972 اینو تحویل ارتش شاهنشاهی ایران داده، به جای اسپانیا برایش هم بوندسرگیرون داشتن. فردا صبحش اینا یه خبری رو نوشتن صفحه اول، بوندسرپوبلیک دوشلند رو بوندسرگیرون داشتن، یعنی دولت آلمان خونده بود. صفحه اول بیلد خبر زده بودن که اسلحه میکونوس رو دولت آلمان داده. اون تلفن زنگ زد، آقای بکر خبرنگار روزنامه بیلد بود. گفت آقای دستماچی بیچاره شدم، بدبخت شدم، رئیسم میخواد منو بیرون کنه، از اداره
از دفتر صدر اعظم آلمان اینجا تلفن زدن، از وزارت امور خارجه زنگ زدن، از اداره امنیت زدن که این مزخرفات چیه که شما اسلحه رو ما دادیم و اینا، و من الان سند رو میخوام. گفتم من سند رو که میتونم به شما بدم، بهتون گفته بودم شما مگه چی رو نوشتی؟ گفت من نوشتم این اسلحه رو دولت آلمان داده، همون چیزی که شما نوشته بودی. گفتم من نوشته بودم؟ گفت بله دستخط تو الان راست میگه، خوند که برده. گفتم خیلی معذرت میخوام، من اینقدر تو استرس و زیر فشار بودم به جای اسپانیا آلمان نوشتم، خیلی متاسفم. 1 ساعت بعد نماینده دادستانی اومد در یک کنفرانس مطبوعاتی این رو بیان کرد، گفت درسته که اسلحه میکنوس از ایران اومده، درسته که این از ایران اومده، ولی این اسلحه رو ما تحویل ایران ندادیم. این اسلحه رو اسپانیا در سال 1972 تحویل ارتش شاهنشاهی ایران داده بوده و این اسلحه از ایران اومده، ربطی به دولت آلمان نداره. و این اون چیزی بود که من میخواستم که دادستانی آلمان رو مجبور بکنم اعتراف بکنه اسلحه قطع از ایران اومده.